زنهایی که زیبایی هایشان را نشان می دهند، یعنی سرخی و سفیدی مالیده با لباس های تنگ و نیم برهنه به بیرون می برایند که پستی و بلندی بدنشان نمودار است، صراحتاً مخالف این حکم پروردگار عمل می کنند. خداوند در قرآن عظیم الشأن می فرماید ولا یبدین زینتهن، یعنی زنان زیبایی هایشان را نشان ندهند. خواهران عزیز، خداوند به شما حکم می کند، فرمان می دهد که زینت های خود یعنی زیبایی های خود را برای مردان بیگانه نشان ندهید، ولی شما آشکارا مخالف حکم پروردگار عمل می کنید. این را بدانید که مخالفت و سرپیچی کردن از حکم های پروردگار از جمله گناهان کبیره و هلاک‌آور است، عاقبت های خیلی خطرناکی دارد. از الله بترسید و حجابی که الله رب العالمین بر شما فرض کرده است بپوشید.